انسان از دیرباز همواره به مالیدن و مالانیده شدن علاقه وافری نشان داده و طی سالیان اخیر با اختراع فیجت و اسلایم امر مالش از جایی به جای دیگر منتقل شده. ما نیز مثل یک ایرانی اصیل به جای خرید اسلایم چندین برابر خرید یک اسلایم هزینه کردیم و با وجود تلاش‌های فراوان موفق به ساختش نشدیم. به فرمولی که همینک به دست من رسید توجه فرمایید. موارد لازم: یه غذا، چسب چوب، بوراکس، نشاسته مای آب. ابتدا اینقدر آب ولر نیاز داریم. یه چوسه پودر بوراکس میریزی و خوب هم میزنی. حالا چسب چوب 4 قاشقشو میریزیم توی ظرف شیشه‌ای. اندازه 2 قاشق غذاخوری آب میریزیم و 2 قاشق غذاخوری نشاسته مایع. حالا همش میزنیم. به صورت کاملا اختیاری رنگ دلخواهتون رو انتخاب کنید و بریزید توش. بعد که محلولمون به شکلی در اومد که هیچ چیو اصلا تشخیص ندادیم، موقع اضافه کردن محلول بوراکس. همینطور که داریم هم میزنیم باید قطره قطره بهش اضافه کنیم که یکهو خراب نشه. محلول آب و بوراکس باعث میشه چسب چوبمون خودشو بگیره. اگه مسیر رو درست رفته باشید خودش کم کم بهتون میگه که منو از این شیشه جدا کن. در نهایت وقتی شکل آدامس خرسی گرفت و علاقه‌ای به چسبیدن به شیشه نداشت، یعنی اینکه منو بلند کنید و بمالید. در این مرحله شما باید اینقدر بمالیدش تا کاملا یک دست بشه. این اسلایم مال کیه؟ مفتخرم که بگم ما موفق شدیم. معیار سنجش خلوص یک اسلایم صدای قلنجشه. اسلایم 24 عیار قیمت پایه 100 تومن بدم جان.